پوزکنده و صریح میگویم انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بعدش اسلامی نشده است. نزدیک به 15 ماه از پیروزی انقلاب می‌گذرد، ولی هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه ها و خیلی گرسنه ها با هم در جامعه دیده می شوند. تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست. بگید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.